به نام خدا در خدمتتون هستیم با پارت 46 آموزش نرم افزار انسیس مکسول. بنده محمد سیاه‌تیری هستم و خیلی خوشحالم که در خدمتتونیم. تو این پارت قرار شد در قسمت اولش یه تمرین طراحی با هم داشته باشیم. تمرین طراحی که برخی از دوستان پرسیده بودن که آقا ما اگه نخواهیم هسته SRM رو به صورت دیفالت استفاده کنیم چطوری میتونیم طراحیش کنیم، چون به ظاهر یه خورده طراحی هستش برخی از دوستان فکر کردن غیر ممکنه. به همین دلیل احتمالا این سوالو پرسن، ولی من امروز با چند تا تکنیک نشونتون میدم که میتونید طراحیش کنید. این روش هم کاملا توسط خودم انجام شده، یعنی در واقع تو ورکشاپ ها و اینا من ندیدم واقعیتم. به همین دلیل تنها نکته ای که داره اینه که شما تصور سئودیتون قوی کنید و اینکه کار کنید با نرم افزار. بعد متوجه میشید که هر شکل و هر طرحی رو میتونید توی مکسول پیاده سازی کنید. خب بریم سراغ خود نرم افزار مکسول. برای اینکه ما ترسیم کنیم اجازه بدید ابتدا من هدف نهایی بهتون نشون بدم. این چیزی که قرار بهش برسیم در واقع یک هسته SRM که 2 قطبه. حالا شما اینو تصور کنید ما میتونیم 4 قطبش هم داشته باشیم، 4 قطب نه 6 قطبش هم داشته باشیم و همینطوری افزایش بدیم تعداد قطب و هیچ فرقی نداره بین تعداد قطب، فقط مسئله کشیدن خودش هست. چالشش هم اینجاست که اینجا آرک داریم ولی اینجا صاف شده و به همین شکل که مشاهده میکنید. البته این هم میتونیم بازی خورده بهتر کنیم. حالا بریم و شروع کنیم به طراحی. چقدر پروژه بازه، اینا من ببندم. یکی دیگه هم اینجا باز بود، اینم نو. خب اولین کاری که من میکنم یک استوانه ترسیم میکنم. یک استوانه. ابعاد این استوانه ابعاد برام مهمن چون در نهایت روتور هسته هستیمون تشکیل میدن، کور هستیمون رو تشکیل میدن. اجازه بدید رنگش هم یه چیز دیگه بذارم که تو طراحی هم متوجه بشید. پس اسم اینو من میذارم کور. خب این از کور ما. این وسطش خب باید سوراخ باشه دیگه، حالا شفت رد میشه. پس بذارید یه کپی ازش بگیریم، کلید راست ادیت کپی و همینجا روش دوباره کلید راست ادیت پیست میکنیم. اسمش شد کور وان. فقط باید یه سری ادیت ها رو توش انجام بدیم. میریم تو این قسمت مشخصات ذاتیش. خب من میخوام این وسطش این کوچکتر باشه، پس شعاعش باید کمتر کنم، ارتفاعش همون باشه. مثلا میذاریم 14 هم. اوکی میزنم. خب الان این دوتا باید از هم کم بشن. قاعدتا اونی که اول انتخاب میکنید با کنترل بیونه توی بلنک پارت. دوتا انتخاب میکنم. من از قصد دیگه اول کور رو زدم بعد کور وان که اینجا ساب ترک که میزنیم کور خودش اینجا باشه دیگه، این نخوام جابجاشون کنم. کلونش هم نمی کنیم چون میخوایم وسطی وقتی کم شد خودش هم خدافزی کنه، این در واقع بره. خب میبینید که یک هسته خیلی خیلی معمولی داریم. برای اینکه به سمت اون شکلی که نشونتون دادم بریم از 2 استوانه دیگه باید استفاده کنیم. یه استوانه دیگه من باید ترسیم کنم که هم ارتفاع این باشه ولی شعاعش بزرگتر باشه. پس دوباره از این یه کپی میگیرم و همینجا دوباره پیست میکنم. اسم ایشون رو میذاریم بیک. حالا بوک نوشتم بیک، معذرت میخوام. رنگش هم میذاریم قرمز. فقط این باید بزرگتر باشه دیگه. پس بریم تو مشخصاتش و شعاعش رادیوسش رو میذاریم مثلا 1.9. خب یه دونه دیگه کوچکتر هم باید تعریف کنیم. دوباره من یه الان تو حافظه کامپیوتر هست دیگه، همون کور یه دونه کپی گرفتیم، یه پیست دیگه میذارم کور 4 رو بهم میده. اسم اینو من میذارم اسمال. چرا اسمال؟ این باید از کورم کوچیک‌تر باشه.
رنگش هم میذاریم این رنگ. خب پس اسمال اون باید شعاشو خیلی کم کنیم. شعاع کور اصلیمون چنده؟ 1/2. اینو باید کمتر از 1/2 بذاریم. من میذارمش تقریبا 7. خب الان میبینید 3 تا استوانه داریم. سبز کورمونه، آبی هم که اسماله و قرمز بیگه. من کور رو فعلا باش کار ندارم، هایدش کنم. این دوتا که الان هم پوشانی دارن، این قسمتشو من میخوام کات کنم، این وسطشو بیشتر ببره. یعنی در واقع مرکز این بیگر رو میخوام کم کنم از اون اسماله. پس بیگ رو انتخاب میکنم با کنترل اسمال سابترک، بیگ به اون اسمال خدافزی کنه. میبینید که بازتر شد. حالا کاری که اینجا باید کنیم اینه که من کور رو نشونتون بدم که هیچ اتفاقی برای کور نیفتاده. نگاه کنید الان چه اتفاقی افتاد. از بالا که نگاه میکنید تا اینجا هم پوشانی دارن، از اینجا به بعد اینجا به بعد دیگه هم پوشانی ندارن. خب اجازه بدید فعلا کور رو همچنان هاید داشته باشیم. کاری که میخوام الان انجام بدم برش در راستای محور وایزد هست، صفحه وایزد، یعنی در واقع پلین وایزدمون. من انتخاب میکنم بیگو. الان فقط بیگو کور مونده و بعد از گزینه سپلیت در راستای وایزد یه اوکی میزنیم، نصفش میره. خب اینو اگه یه خورده بچرخونیم بالا دوباره اسپلیتش کنیم به اون یه قطعه میده، مثل اون موقع که آرک ساختیم. من در راستای محور زد میگم منفی 42 درجه بچرخونش. الان از این ور میاد بالا. یا اجازه بدید رو به اون ور بچرخه، یعنی مثبت 42 بچرخه. خب دوباره من باید یه اسپلیت بزنم که این قطعه رو داشته باشم. این قطعه از اینجا احتیاجم. اسپلیت رو میزنم در دوباره راستای پلین وایزد. من اینو واقعیتش همیشه بوس میزنم که دیگه هی نخوام به فکر کنم که الان پوزیتیو ساید کجا نگاتیو ساید کجا. بعد اون قسمتی که نیاز ندارم پاکش میکنم، اوکی میزنم. خب الان می دو تا قسمت جدا دارم، اینو نیاز نداریم، پاک میکنم. حالا کورمون رو از حالت هاید اگه در بیاریم به این شکل شده. الان مشاهده میکنید که تقریبا به اون شکل رسیدیم. البته خیلی فاصله داریم ولی حالا اگه نگاه کنیم میبینید به بیسش داریم. فقط مسئله که هست الان من یه خورده باش مشکل دارم اینه که شعاع سبزه زیاده یه خورده، یعنی تقارن بین این نیست و این. من میام توی کور و از این قسمت شعاعشو کم میکنم، میذارم روی 1 ببینم جالب نشد. میذارم روی 1 خیلی کمش کرد. فکر کنم اون 1 و 2 بهتر بود. 1/2 اون بین این دوتا خوبه. 1/15. خب الان از دید من بهتره یه خورده به هسته یک پارچه نزدیک‌تر. این مشکل نیست، این تو طراحی شماست. مثلا شما باید بدونید این فاصله تا اینجا چقدر هست. حالا ما چون داریم چشمی کار میکنیم زیاد به همون مهم نیست. من صرفا خواستم یه خورده شکلش متقارن باشه یا تناسب داشته باشه. خب کاری که باید اینجا انجام بدیم بیایم از ایشون یه کپی بگیریم بندازیم اینور. پس در راستای محور ازش دابلیکیت میگیریم، میگیم چقدر 360 تقسیم بر 2 که میشه 180 درجه در راستای محور زد و 2 عدد به اون بده. خب میبینید که خیلی زیبا داریم به شکلی که اینجا من نشونتون دادم میرسیم. فقط مشکلی که الان اینجاست، نگاه کنید تو اون شکل اینا رفتن تو اینطوری ولی اینجا اینطوریه. برای اینکه اینو در بیاریم نگاه کنید اینا رفتن تو، باید بیایم از صفحه استفاده کنیم. کاری که من میخوام کنم چیه؟ میخوام یک مستطیل بیارم بندازم روی این کامل اینجا بپوشونه، یعنی یه مستطیل اینطوری. خب تو 3x که بخوایم مستطیل رو بکشیم یه خورده کار داره، یعنی ابعادش خیلی اذیتمون میکنه. اینجاست که خط به کمکمون میاد و
قابل توجه اون دوستانی که میگن خط کاربرد نداره تو سه‌بعدی. الان نشون دادم چقدر ساده با خط ما میتونیم یک مستطیل سه‌بعدی که نیاز داریم و اینجا ترسیم کنیم. برای این کار من لاین رو انتخاب میکنم و زوم میکنم تو گوشه. تمام اون 4 گوشه ای که میبینید رو به هم وصل میکنیم. اینجا کلید میکنم، با علامت دست میام اینور، دست رو غیر فعال میکنم، این گوشه رو میگیرم، دوباره میریم که برسیم به گوشه سوم، انتخابش میکنم و گوشه چهارم. در نهایت باید برگردیم به نقطه ابتدایی. چه فقط یه مسئله است که بعض موقع نرم افزار مکسول ایرادات عجیب غریب میگیره، اینجاست. یه اوکی دیگه بزنم که تایید بشه. خب ترسیم شد صفحمون. الان ما یه صفحه داریم، یک مستطیل نداریم. این در واقع عمق نداره. نگاه کنید، اگه خاطرتون باشه بهش عمق میدادیم، خیلی ساده. بعد چقدر باید بهش عمق بدم؟ باید بیاد تا اینجا دیگه. بذار اندازه لبه بالا تا لبه پایین رو بدونیم که بعد اندازه اون بگیم بهش عمق بده. میایم از measure edge، این لبه رو انتخاب میکنم، این لبه رو کنترل نگه میدم تا این لبه. خب زده این ور 1.2 میلیمتر، پس باید 1.2 میلیمتر من بهش عمق بدم. آبجکت رو انتخاب میکنم که صفحه رو بتونم انتخاب کنم، کلید راست، ادیت، سورفیس و گزینه تیکن شیت. نکته: برخی مواقع وقتی شما یه صفحه توی مکسول طراحی میکنید که توی سه‌بعدی هست، یعنی اینجا، و اون صفحه روی اجسام دیگه قرار گرفته، مثل اینجا که الان میبینید ما از روی چند تا شکل یه صفحه کشیم. خب اینا با هم در تماسن، الان اینترسکت دارن، در روی هم افتادن بدون هیچ فاصله. این گزینه نیستش، یعنی شما میایید سورفیس، بعد این گزینه رو نمیبینید. بعد چیکار کنید؟ باید موو بدین این صفحه رو بره بالا که از اون اشکال سه‌بعدی دیگه ای که داره تصویر داریم فاصله بگیره. بعد که فاصله گرفت این گزینه روشن میشه. بعد بهش تیکن شیت بدید. بعد که تیکن شیت دادین دوباره مووش بدید بیاد پایین. فقط با عرض معذرت، من معذرت میخوام، یادم رفت ابعادش چند بود فاصلش. یه بار دیگه من اندازه بگیرم، 1.2 بود. پس انتخابش میکنم، ادیت، سورفیس، تیکن شیت، 1.2. فکر کنم بندازه بالا. حالا خب بله، رو بالا رفت. پس باید یه موو بدیم بهش. خیلی ساده یه موو میدیم بهش دیگه. خب پلینمون رو تغییر بدیم، بذاریم تو ZY که این گرید هامون بیان. من میخوام این لبه پایینی بیاد بیفته اون پایین دیگه، پس باید از ابزار measure edge استفاده کنم. این لبه رو میگیرم. ببینید که ابزار measure خیلی کاربرد داره. کنترل نگه میدم تا این پایین میخوام بیاد شون. 1.2 میلیمتر. شاید بفرمایید خب این بدیهی بود دیگه، ولی واقعیتش وقتی داریم آموزش رکورد میکنیم، چون تمام تمرکزم روی رکورد هست، من اینو سریع زدم رفت. در واقع 0.00 بود، dx0، dy0 و dz -1/2. وقتی داریم ضبط میکنیم یه خورده باید حواسمون همه جا باشه، بخاطر این محاسبات ذهنی خورده سخت انجام میشه. و خب میگید که الان دقیقا افتادن رو هم. فقط مشکلی که پیش اومده این که این وسطش پر شد. برای اینکه این وسط رو خالی کنیم خب خیلی ساده، باید این مکعبی که تشکیل دادیم که اسمش هم بذاریم، این از حالت خط در بیاد، اسمش هم بذاریم باکس. حالا
این مکعب رو باید سابترکت کنیم از این استوانمون. جفتش رو انتخاب میکنیم. خب چیزی که میخوایم بمونه کره، چیزی هم که باید بره باکس، ولی میخوایم از باکس یه نمونه هم داشته باشیم، این فقط قسمت های اشتراکشون حذف بشه. من ببخشید گویا اشتباهی شد، من کنترل زد زدم، استوانه رو انتخاب میکنم با باکس، کور با باکس و اینجا سابترک رو میزنم، کلونشون میکنیم و اوکی میزنم. خب اتفاق عجیبی که افتاد اینه که باکس رو اگه هاید کنیم نگاه کنید به چه شکل در اومد. من یه بار کنترل زد میزنم، میدونم که جای اون دوتا عوض کنیم درست میشه، ولی نباید اینطوری باشه. در واقع سابترک که میکنیم الان خودش بلنک پارت رو گذاشته، باکس تول پارت رو گذاشته، در واقع میگه قسمتی که بمونه باکس، قسمتی که میره کور باشه. خب میره دیگه، این در این شکی نیست که فقط نباید به این شکل باشه. خب مشکلی نداره، ما میتونیم یه حرکت دیگه بزنیم. البته بذارید من اینو هاید کنم، یه بار دیگه انجام بدیم. کور باکس، ایشون بیاد این و کور بره اون و کلون نشم کنیم و اوکی بزنیم، درست شد. در واقع با اون گزینه چون باکس ما جاهای دیگه هم استفاده شده بود حذفش میکرد، ولی الان همچنان مشکل باقی است. نگاه کنید ما مرکز رو داریم الان، خب دایره همون که هستش اوکی و این مرکز پره، و این نکته جالبی که به وجود اومده اینه که میبینید الان به باکسمون به یک شکله که 3 جای مجزا از هم داره ولی همش یکیه، یعنی من این وسطش رو انتخاب کنم اونا هم انتخاب میشن. خب وقتی اینطوریه شما باید کافیه بیاید اینجا از گزینه درا، بخش از گزینه مدلر، عملیات بولین، عملیات بولی و سپریت بادی رو بزنید. الان 3 تا تکه مجزا به اون میده، میبینید 3 تا تکه مجزا. خب با این وسطی خدافظی میکنیم، این گزینه ادیت و دلیت میکنیم. خب شکل اون درست شد. فقط برای اینکه زیباتر بشه همشون رو انتخاب میکنم و یونایتشون میکنم. ما الان رسیدیم دقیقا به اون چیزی که توی دسکتاپ هم به عنوان تصویر براتون در نظر گرفته بود. برای اینکه بهترش کنیم میتونیم بیایم از گزینه اج رو انتخاب کنم، لبه ها رو انتخاب کنیم و بیایم اینجا و از فیلت استفاده کنیم. من اگه فیلتش رو 1 میلیمتر بذارم نگاه کنید دیگه فوق العاده، البته 1 میلیمتر برای زیاده ولی خب چون ما هدفمون طراحی نیست میبینید که خیلی خوب. ما الان یک استاتور یک معذرت میخوام هسته SRM خیلی طبیعی طراحی کردیم که میتونید توی پروژه هاتون استفاده کنید. پس کل مطلب رو متوجه شدین. شما میتونید این هسته رو طوری طراحی کنید که تعداد قطباتون هم بیشتر بشه. تنها تفاوتش میشه تو اون قسمت دابلیکیت و باقی ماجرا. باکسی هم که انتخاب میکنید برای 2 تا قطب مجاور انتخاب کنید، بعد اونم به تعداد قطباتون دابلیکیت کنید در راستای محور. احتمال زیاد متوجه شدید به صورت کامل. خب من اینو سیو کنم و ما بریم سراغ پروژه بعدی که میخوایم کار کنیم. خب سیو که از این گرفتم، ببندیم اینو و یک پروژه جدید درست کنم.
پروژه‌ای که قرار با هم کار کنیم در واقع در مورد یک لینیر اکچویتور هست. من اسمش بنویسم اینجا. لینیر اکچویتور در واقع میشه گفت یک موتور خطی هست. به صورت سه‌بعدی میخوایم طراحی کنیم. اینو بیام پایین. یک موتور خطی هست در واقع، یعنی یک اکچویتور خطی است که خیلی کاربرد داره تو صنعت. ما مدل های متفاوتی رو داریم ازش. این موتورها، یعنی ما در واقع اومدن موتور معمولی رادیال آوردن و بعد با استفاده از یک مثلا مبدل یا گیرباکس اون رو تبدیل کردن به یک موتور خطی. ما هدفمون این نیست. هدفمون در واقع ساخت یک اکچویتور هست که با استفاده از یک تحریک، یعنی در واقع با استفاده از یک کویل شروع میکنه به جلو و عقب رفتن. این اساس خود کار موتور خطی هم هست، ولی از سوی هم نمیشه گفت که لینیر موتور، چون مدل های لینیر موتور خیلی زیادن و در واقع همشون یه جوری اکچویتورن. من یه شکل براتون آماده کردم که به صورت گیف هست. همونطور که میبینید اینجا در واقع یک اکچویتور رو میبینید که در نهایت باعث میشه که این اگه روتور رو فرض کنیم بالا و پایین بره. ولی مدلی که اینجا داره کار میکنه خیلی ساده است. در واقع یک موتور الکتریکی معمولی گذاشته. اینم فرض کنید مثلا یک مهر است، یک پیچ بزرگه. میخوام یکی از روش هایی که استفاده میکنم برای ساخت موتور خطی رو خدمتتون عرض کنم. پس یه موتور الکتریکی معمولی میاریم و یک پیچ بزرگ. این به جای روتور داخل این در واقع یک آچه رو تصور کنید. اگر ما آچه رو به سمت راست بچرخونیم، این پیچ ما شروع میکنه به جلو رفتن. اگر آچه رو به سمت چپ بچرخونیم، اینو میکشه داخل خودش. پس کافیه ما یه بار به موتور اون ولتاژ مثبت بدیم، موتور این محورش میره جلو، یه بار منفی بدیم برمیگرده. این یکی از ترفندهای ساخت موتور خطیه. خب میبینید که نگهداریش فوق العاده ساده است، به خاطر اینکه یک موتور معمولی دیسی داخلشه، نه خود ذات موتور که خطی باشه، نه اینکه یک موتور که ذاتاً خطی باشه. یه روش دیگه هم هست که من اینجا تصویرش رو خدمتتون آوردم. در واقع اینجا یک موتور معمولیه که با استفاده از این حالا گیر باکس نمیشه گفت، ولی این گیر به قول خودشون باعث میشه که این پیستون جلو عقب بره. حالا یه قسمت هایی هم مشخص کرده، مثلا A هم گیره است، خیلی ساده، یک گیره‌ای که پیچ میشه. مثلا اینجا B هم در واقع تیوب بیرونیه داره نشون میده. بعد C کجاست؟ C هم در واقع تیوب داخلیه. D هست، این قسمت چرخان اونه که میره عقب و جلو. E هست، این قسمت در واقع قفل امنیتیه که اجازه نمیده بیش از این اکستنشن بشه بره جلوتر. F که مثلا گردگیره و G مونم که اینجاست، همون مهر میله‌ای که خدمتتون عرض کردم. H هم که دوتا سویچ کنترل شونده است که نمیذاره خیلی بره بیرون که دیگه نشه بگیریش، یا خیلی بیاد داخل که آسیب بزنه. آیه اونم که یک گیره، حالا گیره است یا چی بهش بگم، گیر خودشون بهشون میگن، حالا گیر باکس که میشه جعبه دهنده، ولی اینجا یک تقسیمگر، یک تغییر دهنده شکل نیرو هست. و جی هم که محفظه کلی رو داره نشون میده. خب این یه مدل از موتور خطی صنعتی که خدمتتون نشون دادم. اما موتور خطی که ما میخوایم کار کنیم واقعا یک لینیر اکچویتوره، یعنی با استفاده از تحریکه که باعث میشه جلو عقب بره. شکلش اینجا من کشتم براتون. در واقع این قهوه‌ای ما استاتورمونه، این آبی کویلمونه و این
بنفشه صفحه‌ای که باید بره بالا و پایین در راستای محور Z. پس یه ایرگپ متغیر داریم. پس هدفمون در واقع طراحی این آرمیچر هست. آبی هم در واقع عامل اصلی اکچویتینگ هست یا نوسانگر هست. نکته ای که حائز اهمیت اینه که باید دقت داشته باشید که ما تو این پروژه یک گپ متغیر داریم که این گپ متغیر ما الان دیگه عملا وارد طراحی شدیم، داریم خدمتتون مراحل طراحی میگم. برخی تو پرانتز برخی از دوستان میگن چرا موتوری که یا ژنراتوری که میخواید شبیه سازی کنید زیاد درمونش توضیح میدید. به خاطر اینکه اطلاعات در مورد این موتورها از وقتی بنده حقیر میگم SRM، شما کافیه، من حالا یه توضیحات خیلی بیس درمونش میدم، ولی کافیه شما سرچ کنید تو اینترنت و دریایی از اطلاعات در مورد نحوه کار کرده اون موتور، کاربرداش، چطوری کار میکنه و خیلی از مسائل دیگه بهتون میده. بیشتر اینجا هدف اونه که تایممون رو بزنیم روی شبیه سازی، چون میبینید که الان من حالا زمان واقعیتش نمیدونم چقدر گذشته، ولی یه طراحی سه‌بعدی هسته که با هم داشتیم کلی زمان گرفت. به خاطر این من تمرکزم روی اینه که روی شبیه سازی ها کار کنیم که انشاءالله بتونیم پروژه های متفاوتی رو براتون انجام بدیم و شما خودتون حرفه‌ای بشین تو این زمینه. اون قسمت تو خودتون میتونید خیلی راحت انجام بدید. اما اینجا داشتیم در مورد ایرگپ صحبت می‌کنیم که باید متغیر باشه. چرا؟ چون این ایرگپ داره تغییر میکنه. ما نمیتونیم از یه ایرگپ ساده استفاده کنیم. در نهایت هم میخوایم که مثلا نیرو و حالا اندوکتانس کویل رو به دست بیاریم. پس در واقع میتونیم به این شکل بگیم، از دید مداری بهش نگاه کنیم. ما دو تا اینپوت، دو تا ورودی الکتریکال داریم و دو تا خروجی داریم. در واقع ورودیامون رو حالا اگه به صورت یک باکس در نظر بگیریم اینطوریه. در واقع ورودیامون میتونه جریان یا آیمون و EMF مون باشه. دقت داشته باشین که با تغییر آی میتونیم EMF مون رو تغییر بدیم. نکته بعدی در مورد خروجی هاست که حالا خروجی هامون یکی از نوع لنت یا طول یا مسافت هست و دومی هم از جنس نیرو هست که همون فورسمونه. بازم اینجا دقت دارین که با تغییر گپمون در واقع فورسمون داره تغییر میکنه. اما بریم حالا سراغ خود طراحیمون و بریم توی نرم افزار مکسول و شروع کنیم به طراحی. پس پروژه‌ای که ما قراره با هم کار کنیم اسمشو من با F2 دارم تغییر میدم دیگه، روی نیم نمیزنم. اینجا 3D هم بنویسیم. پروژه‌ای که میخوایم کار کنیم پروژه لینیر اکچویتور. اولین کاری که مثل همیشه باید انجام بدیم اینه که بریم تو مکسول 3D و سولوشن تایپ رو انتخاب کنیم. تو این پروژه به خصوص ما روی مگنستاتیک کار میکنیم، پس همین که به صورت دیفالت انتخاب شده اوکی میزنم. همونطور که میدونید من همیشه قبل از اجرای پروژه‌ام واحدم تغییر میدم از قسمت مادولار یونیت. اینو ما اینجا امروز روی اینچ میذاریم و اوکی میزنم. خب برای اینکه کارمون ساده تر هم بشه اجازه بدید ماده دیفالت اون هم مشخص کنیم. از این قسمت سلکت میزنم. استیل همونطور که میدونید ما دو تا استیل خیلی معروف داریم تو مکسول، استیل 1008 و 1010 که حالا با توجه به کاربردی که مد نظرتون هست میتونید انتخاب کنید و خیلی شبیه من 1010 رو انتخاب میکنم. خب اینم از ماده پیشفرضمون. اما اولین کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که آرمیچرمون رو طراحی کنیم. برای طراحی آرمیچر من یک باکس انتخاب میکنم و مقادیر رو اینجا وارد میکنیم. مقادیری که من وارد میکنم 0.469 یه تب میزنیم، وایش هم میذاریم 0.4305 و زدم 0.206. اینتر DX رو منفی 0.938
و منفی 0.861 و 0.112. خب ممکن سوال براتون بیاد چرا این عددا انقدر دقتشون بالا بود. واقعیتش اینه که ما بنده وقتی پروژه ها رو انجام میدم برای شما، حتما قبل از رکورد یه بار پروژه رو انجام میدم. شما دو راه دارید که این عددا رو به دست بیارید. یکی این که بیاید رو کاغذ کار کنید، یکی این که در واقع بر اساس اون مقاله‌ای که قراره براش شبیه سازی انجام بدید بر اساس داده‌های اون کار کنید. یکی همینه که بیاید طراحی سه‌بعدیتون رو انجام بدید، یعنی گزینه سوم کاری که من انجام میدم، طراحی سه‌بعدی رو انجام بدید و بعد نقاط رو یادداشت کنید. خب من چرا از روش چرا من نمیام اینجا براتون همینطوری دیفالتی پیش برم، یعنی همینطوری طراحی کنیم؟ به خاطر اینکه آزمون و خطایی اون وقت میشه و جاهایی باید وقت بذاریم که اصلا جنبه آموزشی نداره و تایم شما گرفته میشه. با همین من نقاط رو یادداشت میکنم که صرفا بیام اینجا وارد کنم و بیشتر تمرکز داریم رو موضوعات جدید و اصل موضوع، نه اینکه حالا طراحی باکس ابعادش چقدر باشه بعدا به مشکل بخوریم. ولی چرا گاهن ما میایم برخلاف روند همیشگی کار میکنیم که شما فکر نکنید که خیلی پیچیده از طراحی سه‌بعدی. خب اسم اینو میذاریم آرمیچر. خود شرکت، البته دقت داشته باشید، خود شرکت مکسول هم ورکشاپ هایی میذاره در سطح جهان که متاسفانه ایران تحریمه. اونجا هم به همین شکله دقیقاً. اون عزیزی که میاد آموزش میده در واقع میاد با نقاط برای دانشجویان یا دانش آموزان طرح رو میکشه. خب آرمیچر رو من طراحی کردم، داشتم صحبت میکردم، فقط رنگش رو تغییر دادم، با ترانسپرنتیش هم گذاشتم 85 سالم که بتون ببینید. ولی نکته این که اینجاست باید آرمیچر ما در راستای محور زد، یعنی در واقع پارامترایز باشه، یعنی در راستای محور زد بتونه حرکت داشته باشه. به خاطر همین میایم این قسمت آرمیچر هم باز میکنم، ماده پیش‌فرض هم انتخاب شده، رو کرییت باکسش کلیک میکنیم و اینجا جلوی زدش که 6000 هست یه به اضافه میزنم و میزنم گپ. خب اگه من یه اوکی بزنم صفحه اد وریبل باز میشه و میگه این متغیر که تعریف کردی چی هست. خب اسمش که گپ باشه، واحدش هم باید بزنیم اینچ، خیلی مهمه. من یه آی بزنم که زودتر بیاد به اینچ. ببخشید نوعش رو از هم میخواد که لنس طول من بکنم واحدش. پایین واحد رو از هم میخواد که اینچ، آی میزنم اینچ میاد. در حال حاضر مقدارش رو 0 میذاریم چون حالا کار خاصی نداره. اوکی میزنم. نکته ای که اینجاست نگاه کنید توی evaluated value عددش عجیب غریب شد. این نکته به خاطر این که واحد اینچ رو در نظر نگرفته و شده میلیمتر. خیلی از دوستان این مشکل رو با چیز دارن، متغیرها دارن و بعد تحلیل میکنن جواب عجیب غریب به دست میارن. حتما حواستون باشه که این قسمت رو با این قسمت همیشه چک کنید. الان اگه من یه اینچ بذارم اینجا و یک اسپیس، این درست میشه. پس حتما خاطرتون باشه که این مشکل براتون پیش نیاد و اوکی میزن. خب به این سراغ دایره‌ای که میخوام این وسط استوانه‌ای که این وسط طراحی کنم و در نهایت سابترکت کنم از آرمیچرم. نگاه کنید خیلی ساده مثل همیشه روی استوانه کلیک میکنیم، هیچ تغییر خاصی اعمال من نکردم، 0.206 اینتر، dx رو میذاریم 0.091 یه تب 0، اینجا هم میذاریم 0.112 و اینتر. به همین سادگی. یعنی تمام اشتباهاتی که داشتیم به خاطر البته جسارت نشه، به خاطر
اعدادی بود که داشتم وارد میکردم. خب شکل رو انتخاب میکنیم. اسم اینو من میذارم سنتر هول. در واقع میخوایم کمش کنیم دیگه، حالا زیادم مهم نیست اسمش چی باشه. رنگش هم که حالا این باشه، اوکی میزنیم. خب البته این شکلش مهم هست به خاطر اینکه این قراره برای ما اون فاصله رو درست کنه که الان خدمتتون عرض میکنم که چه اتفاقی افتاد. نگاه کنید، ما میخوایم این دایره رو از اون مکعب کم کنیم که در نهایت اون مرکز درست بشه. ولی مشکلی که اینجاست، ما میدونیم که آرمیچرمون داره در راستای Z تغییر میکنه، یعنی جابجا میشه. پس اگر هولمون ثابت باشه، مثلا فرض کنید ما 5 سیکل کاری داریم، یه بار مکعب اینجاست، یه بار اینجاست، یه بار اینجاست، یه بار اینجاست و همینطور به بالا. خب اگر تو سیکل اول ما اینو بیایم سابترکت کنیم، این مرکز این مکعب اون سولاخ میشه. بعد که میاد بالا مرکز دوباره داره، یعنی دیگه وسطش سولاخ نیست. چرا؟ چون هول ما اون پایین مونده، هرچند که سابترکت شده و اصلا تو طرح اون وجود نداره. ولی هر بار نرم افزار مکسول ران میگیره، میاد یه بار همه چیزو از اول حساب میکنه و تحلیل رو انجام میده. پس برای اینکه هر بار که سابترک اون انجام میشه و مرکز مکعب اونم همچنان خالی به اونه، این نکته خیلی مهمیه. باید گپ اونم در راستای محور سنتر هول اونم در راستای محور Z با متغیر گپ تغییر کنه. پس انتخابش میکنیم، اینجا میایم تو مشخصات ذاتیش و اینجا هم دوباره به این 1 اینچ که اون مشکل به وجود نیاد به علاوه گپ من میزنم. خب دیگه خودش هم گپ رو قبلا تعریف کردیم و میشناسه. پس الان که سابترکت کنیم، در واقع هر بار که گپمون، اینجا من جفتشون آرمیچر که طول بلانک پارت باشه، آرمیچر بمونه ایشون بره. خب الان ما هر بار که مکعبمون یا آرمیچرمون جا به جا بشه، مرکزش همچنان همینطوری سولاخ هست. نکته هم که هست اینی که در مورد متغیرها خدمتتون عرض کنم، هر بار که نرم افزار مکسل میاد ران مجدد میگیره، میاد متغیرها رو کامل از صفر در نظر میگیره، کجا تاثیر گذاشتن و دوباره تمام اشکال رو ترسیم میکنه و ران میگیره. اینو مد نظر داشته باشید. خب الان باید بریم سراغ ساخت استاتور. ساخت استاتور این بار از روش سویپ کردن میخوام انجام بدم. یه روش متفاوت هست که در واقع فکر نکنم تا حالا کار کرده باشیم. من میخوام الان از درا استفاده کنم و در واقع بیام 14 تا نقطه رو تعیین کنم، بعد این نقاط رو تبدیل کنیم به محیط 3D با سویپ کردن. پس خیلی ساده، من یک خط رو انتخاب میکنم و اینجا 14 نقطه همینطوری. الان چند تا نقطه شد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. اصلا هم مهم نبود این حالا به این ورم می اومدیم یا دوره این میکشیم، هیچ فرق نداره، چون این نقاط رو قرار تغییر بدیم. میبینید که اینجا 14 تا برامون خط تشکیل شد که الان باید نقاطشون رو ویرایش کنیم. اما نقاطی که باید ویرایش کنیم چه نقاطی هستن؟ من تصویرشون براتون گذاشتم اینجا که براتون دو تاشون یا سه تاشون رو انجام میدم، باقی مثل من چون زمان میگیره و نمیخوام وقتمون رو اینجا قرار بدیم. خب برای خط اول میبینید که ما پوینت 1 داریم، اینجا بر حسب اینچ هم هست 0.5025 و بعد بعدیمون هم که 0، میبینید که نامبر آف سگمنت 1 رو دارم مینویسم و بعدی هم 0، یه اینتر میزنم. پوینت 2 میشه چی؟ پوینت 2 میشه نیا کنید ما هنوز تو خط یکیم. پوینت 2 میشه اولی نقطه شماره 2.
حالا من یه دونه دیگه هم برام متوجه میشید. 0.5025 متوجه میشید ببخشید. اینجا هم که 0.168 و 0 از من داره پخش میشه. التماس دعا داریم. خب create دو که باز میکنیم، الان این نقطه‌ای که اینجا وارد کردیم میشه اولیه شماره 2. پس اینو انتخاب میکنم به همین سادگی. اما پوینت دوش میشه شماره 3. یعنی در واقع 0 نقطه شماره 3 5025 و 0.168 0.168 و آخریش هم که میبینید منفی است، منفی 0.803. پس الان که میخوام برم خط 3، این شماره 2 خط 2 میشه 1 خط 3. میبینید که خودش به صورت دیفالت میاره، ولی من باید این کار رو انجام بدم چون شاید نرم افزار مکسول تشخیص نداد. پس این میشه پوینت شماره 4 من. چرا؟ چون قراره بعدش بره تو خط 4. من اینم براتون بزنم 0.5025 0.5025 و 14 هم که نقطه 4 324 هست و اونم که منفی 0.803. این خط شماره 3 بود. الان بریم روی 4. این دیفالت خودش گرفته، ولی من خدمتتون عرض کردم که چطوری. خب این پروسه رو من کامل میکنم. میدونید که پروسه زمانبریه و بعد از اون در خدمتتون هستیم با ادامه کار. شما به خدا میسپارم و در قسمت بعدی در خدمتتون خواهم بود. خدا نگهدار.